گفته عجیب و غریب انیمیشن سیمپسون ها بیداری معنوی به زودی اتفاق خواهد افتاد. عقاید شما و باورهای شما به شما هیچ کمکی نمی‌کنند. فقط کاری که انجام میدید خیلی مهمه. یک بیلبوردی در این قسمت نمایش داده میشه که یه سری اعداد و معادلات روی اون نوشته شده. ناگفته نمونه که سازندگان سیمپسون ها بزرگترین فیزیکدانان و ریاضیدانان بودن. اما خب به چه معنیه؟ عدد 333 به معنای پدیدار شدن حقیقت و 333 به معنای پدیدار شدن حقیقت در درون شماست. 66 ابجد خداوند و 6 که در کنار اون بیاد اعداد دی ان ای انسان هست. یه 13 در کنار اون میبینید. عدد 13 سردار اول و 13 فرشته برتر خداوند که عدد 2 و 7 هم در اون وجود داره. اگر توجه کنید تمام اعداد بزرگتر از 2 و مساوی 7. 7 بار زندگی و کلاً 2 سمت و سو، نور یا تاریکی. 19 می ماه ساعت 3:15 بامداد. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بیداری معنوی.